با برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شعله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 9 ایان. ملت باید قهرمانهایش را شناسد. در ولایت ختلان روی خط 10 کارمند طب نشر شد که در ماه می فوتیدند. عبدالرازق رحیموف، شریف بک تشیف، عبدالخالق پیریف، رجب علی خالمومینوف، نورعلی خالمرادوف، مرادعلی رجبوف، اسماعیل استنقلوف، حبیب الله رجبوف، شیرخان توفالنگوف و عایشه علیمووا. تاجران بازارهای لباس فروشی دوشنبه از 15 میلیون به کار برمیگردند. بعضی از آنها میگویند نمیدانند مالهایی که موسمشان گذشته است خریدار مییابند یا نه. همون نرخ ترکیه میفروشی خالی و مقصد دیگه فایده نیست این چیز. سیزن вже گذشته که вже هم یک ماه پس میخرن یا نه. و امروز جورج فلوید در تکساس به خاک سپریده می شود. طلب یکی از وکیلان مردمی برای اصلاحات پلیس در آمریکا در حال بررسی است. یک جوان 18 ساله توجیک در شهر اوفای روسیه به هنگام نجات کودک به هلاکت رسید. حاجی مراد قلندرов که در دانشگاه کشاورزی این شهر تحصیل میکرد روز 7 ایون در دریای بیلیا غرق گردید. به نقل شاهدان حادثه وقتی او میبیند کودک در دریا غرق میشود برای بیرون آوردنش خود را به آب میپرتاید. حاجی مراد کودک را به ساحل تیله میدهد ولی خودش نجات یافتن نمیتواند. جسد حاجی مراد را غواصان بعد چند ساعت پیدا کردند. قرار است تابوت حاجی مراد قلندرов روزهای نزدیک با پرواز مخصوص به تاجیکستان انتقال داده شود. وزارت تندرستی تاجیکستان روز گذشته شماره گرفتاران نوی کووید 19 را 80 نفر حساب کرده است. به همین ترتیب تعداد بیماران در عموم به 4609 نفر برابر شد. وزارت میگوید بیش از نصف مریضان انیخترش 60% آنها الکی شفا یافتند. رقم فوت از این بیماری نزدیک یک هفته می شود که تغییر نیافته همان 48 نفر را تشکیل می دهد. تا به حال مقامات تاجیک یگان بار نگفتند که در مجموع چه تعدادی از کارمندان طب را کرونا ویروس به هلاکت رساند. به فرق از ولایت ختلان که اخیراً چنین روی خط را ترتیب داده و با آن آرزوی کریم آشنا شد. عبدالرازق رحیموف، شریف بک تشیف، عبدالخالق پیریف، رجب علی خالمومینوف، نورعلی خالمرادوف، مرادعلی رجبوف، اسماعیل استنقلوف، حبیب الله رجبوف، شیرخان توفالنگوف و عایشه علیمووا. این 10 پزشک و پرستار که در بیمارخانه های ولایت ختلان کار میکردند حدوداً در یک ماه جان خود را از دست دادند. رویخط پزشکان فوتیده از جانب بخش بهداشتی ولایت ختلان آماده شده است و در آن اسم 10 نفر آورده شده است که به گفته مقامات اکثریت در ماه می و بر اثر بیماری التهاب شوش درگذشتند. سن و سال کارمندان فوتیده ساحه طب در این سند از 45 ساله بالا و از ناحیه دنغره، کوشانیان، فرخار و باخترولے و کم بودند. هرچند مقامات مرگ این پزشکان را به طور آشکارا به بیماری کووید 19 ربط نمی‌دهد ولی نزدیکان بعضی از این دختران فوتیده گفتند که آنها را کارمندان طب زیر چاره‌های امنیتی دفن کردند. به گفته نزدیکان و همکاران پزشکان فوتیده در بیمارخانه‌های ولایت به طبابت بیماران مختلف مشغول بودند و ظاهراً به کرونا ویروس سرایت شدند. فوت چند پزشک ضمن اجرای رسالت خود در وادی وخش همکاران آنها را که همکنون صفشان کمتر می شود غمگین و نگران کرده است. برخی از پزشکانی که با بیماران سرایتی کار می کنند می گویند از کمبود لباس های محافظتی و نقاب های مخصوص تنقیصی می کشند و این مشکل هم آنها را در رو برای خطر سرایت یابی قرار داده است. نگرانی ها از فوت پزشکان در حال است که ریاست تندرستی ولایت از کاهش گرفتار شوی به التهاب شوش یا کرونا ویروس خبر می دهد. در هر صورت این روی خط هم که اسم 10 کارمند فوتیده ساحه طب در ولایت ختلان درج شده است رسمی است. در مجموع بنابر آمار رسمی تعداد فوتیدگان از کووید 19 در کشور 48 نفر است. گفتن نمی شود که چندی از آنها طبیبانند. متخصصان و تعدادی زیاد از مردم به درستی آمار رسمی شبهه دارند
و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک پیوسته از مرگ و بیماری طبیبان و کارمندان ساحه طب خبر داده می شود، ولی حادثه های هست که در جای نشر نمی شود و از چشم مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی دور می مانند. از هفته آینده در دوشنبه بعضی از تدابیر محدود کننده بکار کرده می شود. از نیمه همین ماه بازار و دیگر مرکزهای سودا و خدمت رسانی به کار آغاز خواهند کرد. مقامات بهداشتی میگویند وضع گرفتاری به کووید 19 و مرگ و میر ساکنان از این بیماری در پایتخت کشور به اعتدال آمده است. در عین زمان مقامات شهرداری سپارش داده است که باید همه تاجران نقاب بپوشند و در درآمدگاه‌های بازارها حرارت سنج‌های مسافوی گذاشته شوند. صاحبکاران توجیک میگویند از اینکه به کار برمیگردند خوشحالند، ولی حالا نه درباره فایده بلکه سری جبران ضرری رسیده میاندیشند. فریدون در بازار گنجینه چند دکانی لباس‌های مردانه دارد. دستور درباره از 15 ایون باز شدن بازارهای فروش لباس او را هم مثل اکثر دیگر صاحبکاران خوشحال کرده است. خطر هست، اما برای پیشبرد زندگی باید کار کرد، میگوید فریدون. تا بسته شوی مرزها این صاحبکار تاجیک از ترکیه لباسهای تابستانه آورد، اما بازارها بسته شد و او نتوانست مالش را به فروش گذارد. اما نرخ ترکیه میفروشی، خالی و مقصد دیگه فایده نیست او چیز. سیزن вже گذشته که вже هم یک ماه پس میخرن یا نه؟ اگر بخرن میخرن، نخرن سال دیگه از صدقه میشد. ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان دستور داده است که بازارهای فروش لباس، طربخانه و مهمانخانه ها و کاشانه های حسن از 15 ایون دوباره به کار سر کنند. مقامات بر این باور است که وضع اپیدمیولوژی تدریجاً به اعتدال می آید و آمار گرفتاری به کووید 19 هم کاهش می یابد. با تاکید مقامات روزهای اخیر یگان حالتی فوت ثبت نشده است، ولی مسئولین سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان گفتند هنوز پیک و یا اوج بیماری همگیر پس سر نشده است. حکومت تنها در صورت میتواند با باور از پس سر شدن پیک یا اوج بیماری خبر بدهد که اگر در کشور میزان تستگذرانی بیشتر به راه مانده شود. در هر صورت ضرور است حالتهای شبهناک را تشخیص و تصدیق و آشکار نمود. در وزارت تندرستی میگویند برای پیشگیری از موج دوم بیماری تدبیرهای ضروری را روی دست گرفتند. سر از روز اول باز شدن بازار و مغازه و مهمانخانه ها در کشور، افراد بی نقاب جریمه بندی می شوند. اپیدمی قریب پس سر شد و آمارهای الترناتیوی درباره شماره قربانیان کرونا ویروس که از معلومات رسمی 10 مراتب بیشترند نادرست است، میگویند مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان. گروه کاری هست که از در تمام شهر نهایی جمهوری این سپیسک هم میبیند و طبق روی خط کار میکند. مقامات تاجیکستان به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس بستن نقاب‌های طبی را حتمی نمودند، ولی برای سرکشی از آن تا حالا زمینه‌های قانونی مجازات وجود ندارد و حالا معلوم نیست که برای گشت و گذار بی نقاب در خیابان‌های شهر یک نفر چقدر جریمه خواهد شد. طوری در گزارش همکاران ما اشاره شد سبکی در رژیم کارانتین در دوشنبه همزمان با رعایت طلبات بهداری و نگهداری فاصله اجتماعی در میان گذاشته شده است. و مثل مسکو که در آنجا نیز شروع از امروز نظام گوشه‌نشینی و استفاده گذرنامه الکترونی از بین رفت، ولی تقاضاهای مربوط به رعایت قاعده‌های گیگیینی برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس همانا پابرجاست. موضوع میرزانبی خالقزاد ادامه می‌دهد. سر از پگاه 9 ایون سرتراشخانه ها، کاشانه های حسن، استودیو های عکس برداری، کلینیک های بیتاری و اجنتی های تأمین شغل می توانند به کار برآیند. با این سخنان شهردار مسکو وعده داد که هفته آینده در آشخانه ها و طربخانه ها برای مشتریان باز خواهد شد. همین طریق سر از امروز در پایتخت روسیه رژیم گوشه‌نشینی مربوط با سرایت کرونا ویروس خاتمه یافت.
در روسیه بیش از 476 هزار نفر گرفتار کرونا ویروس می باشند. روز گذشته در مسکو تخمیناً 2000 نفر گرفتار کرونا ویروس شدند که در مقایسه با میزان روزانه ماه گذشته 50% کمتر است. عموماً در روسیه سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 حیات 5971 نفر را از بین برده است که نسبت به کشورهای دیگری عالم به قدر کافی کمتر است. بعضی کارشناسان طرز حساب قربانی های کووید 19 در روسیه را زیر شبهه گذاشتند. دیروز حکومت روسیه هم ابراز داشت که مرزهایش را قسماً باز می کند. در آخر ماه مارس روسیه با اشاره به سرایت کرونا ویروس مرزهای خارجیش را بسته بود. اکنون شهروندان خارجی که به طبابت نیاز دارند و یا در روسیه خویش و تبار محتاج کمک دارند می توانند به این کشور آیند. 3 مارس روسیه رفت آمد هوایی بین المللی را منع کرده بود تا از تفشی کرونا ویروس جلوگیری شود. در جلسه دیروزه حکومت روسیه تاکید شد که به همین زودی ها حریم هوایی روسیه برای پروازهای بین المللی باز خواهد شد. بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه در باره رویخط رسمی کارمندان تیبی فوتیده در ختلان از التیوبی شوش یا خود کووید 19 برایتان معلومات دادیم. همچنین از سبک شدن رژه کرانتین در دوشنبه و مسکو گزارش داشتیم. حالا توجه کنید به یک آگهی و بعد آن برنامه را با مطالب دیگر از تاجیکستان و جهان ادامه خواهیم داد. با ما بمانید. امروز در شهر هیوستن ایالت تکساس آمریکا مراسم دفن جورج فلوید آمریکایی افریقای تبار دایر می شود. او 25 می هنگام بازداشت پلیس به هلاکت رسید. افسر پلیس زانویش را در گردن این مرد 46 ساله گذاشته بود و او نفسگیر شد. پیش بینی می شود که امروز با طلب اصلاحات پلیس راهپیمایی‌های اعتراضی در آمریکا دایر می گردند. دیروز یک عده وکیلان مردمی در کنگره آمریکا اصلاحات پلیس را پیشنهاد کردند. بر پایه این اصلاحات حمایه قانونی پلیس کاهش یافته، یک بایگانی مخصوص سوء استفاده از نیرو پیشنهاد شده، گذاشتن زانو در روی بازداشت شده منع خواهد شد. قصر سفید طرح اصلاحات پلیس را بررسی دارد. و حالا می رویم به ولایت سوغد، دقیق ترش به بزرگچه سر روحی در ناحیه باباجان غفورов تا ببینیم که در این فصل سال برای خریداران چه محصولات پیشنهاد کرده می شود. بازارچه موسمی محصولات پالیزی فعال شد. این بازارچه در راه ناحیه باباجان غفورov تا میانه های تیر ماه ادامه می کند. تربوز و هندله و کدو را از ولایت ختلان آوردند. تربوز نو دهقانی سرسیدن سری پولی همونجا ارزانی ساز. یک دو روز کیلوش 10 سوم 8 سوم بود. حالا 4 سوم 3 سوم فرام آمد. ارزانی. قبلا از این بازار سری راهی ساکنان نزد مرزی قرقیزستان هم خریداری می‌کردند. با سبب محدودیت‌ها در رفت و آمد از کرونا ویروس نو ساکنان آن طرف مرز به اینجا نمی‌آیند. همه سال حاصل بر وقتی محصولات پالیزی از ناحیه‌های ختلان و ولایت سوغد آورده می‌شود. از میانه‌های تابستان برعکس کشاورزان سوغد بازارهای پایتخت و دیگر ناحیه‌های جنوب را با تربوز و خربوزه تامین می‌کنند. و دادگاه ولایت ختلان محمد سید اکرامов سرخطیب مسجد نویه وسه و 13 پیوندی او را به عضویت در سازمان در تاجیکستان ممنوع برادران مسلمان گناهکار دانست. اما سرخطیب 3 برادرش را شرطاً آزاد کرد. 10 نفر دیگر از جمله پسر و داماد و جیانهای سرخطیب از 5 تا 7 سالی به زندان محکوم شدند. حکم روز 8 ایون صادر گردید. نزدیکان محکوم شده ها میگویند آنها اتهامات را نپذیرفتند.
بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسی شما است. همچنین در یوتیوب میتوانید آزادی ویدیو را تماشا کنید. صبح بر وقت من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا، خدا نگهدارت.